در تالار مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند تحت ریاست رئیس شهر خوجند رئیس ستاد شهری اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 معروف محمدزاده جلسه نوبتی ستاد مذکور برگزار گردید. در جلسه نخست معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده دایر به حالت معالجه و تشخیص مبتلایان بیماری کرونا ویروس در شهر خوجند اطلاع داد. اظهار نگرانی کرده شد که تا حال عامل‌های سرایت‌یابی در بازار و جای‌های استراحتی و توی مرکه‌ها به نظر می‌رسند. با وجود مهیا شدن طلبات بهداشتی متاسفانه از جانب شهروندان گیگین جمعیتی رعایت نمی‌شوند. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده به شخصان مسئول سپارش داد که جهت راه‌اندازی کارهای ترغیباتی فعالانه ظاهر نمایند. گذراندن ریدها با جلب مقامات حفظی حقوق عملی سری وقتی دانسته شد، زیرا مشاهده‌ها نشان می‌دهند که تا حال ضمن بستن عقد نکاح، حاضرشوی به توی و سیر و گشت در باغ‌های فراغتی بدون نقاب و رعایت نشدن مسافه صورت بگیرد. سپس مدیر شعبه معارف شهر خوجند مهیا اکملخوجایو جهت آمادگی‌های مؤسسه‌های تعلیمی به سال نوی خوانش معلومات داد. اطلاع داده شد که از 17 اوگوست سال جاری تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان رسما آغاز می‌گردد. سال نوی خوانش و ترتیب نوی اشتراک محصلین را در مکتب‌ها وزارت معارف در هماهنگی با ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 قبول کرده است. علاقه آن به تمام مکتب‌ها فرستاده شد. رعایت کردن ترتیب‌های نو برای حفظ سلامتی خوانندگان بسیار مهم است. دوامناکی درس‌ها در این مؤسسه‌های تعلیمی برای صنف‌های یکم 35 دقیقه، برای صنف‌های از 2 تا 11 نه زیاده از 45 دقیقه را تشکیل می‌دهد. رئیس شهر خوجند رئیس ستاد شهری اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 معروف محمدزاده ضمن بررسی مسئله مذکور تاکید داشت که مکتب‌ها پیش از همه باید با محلول‌های بهداشتی و صابون تامین شوند و آب تازه داشته باشند. فاصله جسمانی رعایت کرده شود. برای با نظام داخل و خارج شدن از مکتب خطهای افقی کشیده شوند. مشغولیت‌های تربیت جسمانی، سرود و موسیقی و آمادگی ابتدایی حربی موافق امکان بیرون از صنفخانه‌ها جریان گیرند و بیشتر تالارهای ورزشی، مجلسگاه و انشاءات دیگر یاریرسان موقتا همچون صنف‌های تعلیمی استفاده شوند. صنفخانه‌ها همه روزه بی‌ضررگردانی کرده شوند. سپس رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده توجه حاضرین را به جریان کارهای پیشگیری از پنجشنبه و روند معالجه بیماری کرونا ویروس کووید 19 جلب نموده جهتی بررسی مشکلات به میان آمده از ساحه‌های داخلدار پرسش به میان آورد. به خصوص جانانک نمودن فعالیت نقلیات جمعیتی با رعایت قاعده‌های بهداشتی ضرور دانسته شد. شهردار جهت جانانک نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی با جلب کارمندان ساحه معارف، فرهنگ، جوانان، حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند، زنان، محله‌ها با یکجایی دختران عائلوی مهم ارزیابی نموده ذکر داشت که کارهای تشریف به خانه و آشکارنامه نشانه‌های بیماری را بیشتر راه‌اندازی نمایند. با وظیفه‌گزاری دیگر به کار جلسه حسن انجام بخشیده شد.